بسم الله الرحمن الرحیم. تتجافى جدا سازند. جنوبهم، جنوب جمع جنب است و جنب به معنای پهلو هست. جنوبهم یعنی پهلوهایشان را عن المضاجع، از بستر خواب خود، در جایی که سر تخت که اونا استراحت هستند. اینا به اساس محبت الهی، محبت حقیقی که به الله دارن، لذیذترین و شیرینترین چیزی که خواب است که در وقت نیمه شب انسان بسیار در خواب غفلت غرق می باشه و برش بسیار لذیذ می باشه. همینجا اینا الله متعال برشان توفیق میده، برمیخیزن از خواب خود و یدعون و طلب میکنن از ربهم، از خالقشان، چیزهایی را طلب میکنن در حالی که در قلبشان خوف و طمع هر دوش است. بعضی کسا هستن عبادت الله را به اساس ترس میکنن، اینا هم مؤمنای واقعی نیستن. بعضی کسا هستن که میگن ما به خاطر امید جنت عبادت الله را میکنیم تنها، این هم درست نیست. بعضی کسا بر خوف و طمع هر دوش میکنن، این هم درست نیست. پس عبادت حقیقی الله چی است که دو سه چیز باید باشه. یکی محبت باشه، ما الله را عبادت میکنیم به اساس محبت الله، به الله محبت داریم، به اساس دوستی الله را عبادت میکنیم. دوم، از عدالت الهی میترسیم و سوم، به رحمت الله امیدوار هستیم. پس عبادت باید همین سه چیز در خود داشته باشه. اگر یک کسی میگه من تنها الله را عبادت میکنم به اساس محبت و خوف و طمع نداره، این هم غلط است، ناقص است. اگر تنها به اساس خوف میکنه در اون محبت و طمع نباشه، این هم ناقص است. اگر تنها امید باشه و خوف و محبت نباشه، بلکه عبادت حقیقی الله را انسان وقتی که میکنه، اینالی اشخاص مؤمن این سه چیزه در عبادت خود دارن. چون محبت قوی با الله دارن، از این خاطر بستر و خواب و راحت کلش به خاطر محبت الله ترک میکنن. و چون در حدیث شریف میگه که الله متعال سبحانه و تعالی در ثلث شب که است به آسمان دنیا، همون قسمی که به جلال و عظمت شایسته هست، نزول میکنه و اینجا میگه که کی هست از من چیز میخواهد. پس به اساس محبت اینا از خواب میخیزن و در قلبشان برای علاوه محبت خوف است، از عدالت الهی میترسن و طمع هست به ای که انشاءالله الله عبادت از را قبول میکنه. پس عبادت انسان باید با محبت الله باشه و وقتی که عبادت میکنیم بترسیم که نشه عبادت ما را الله قبول نکنه. چرا الله عبادت انسان وقتی ارزش پیدا میکنه که باز الله او را بپذیره. و در پالوی ازی که ترس دارن، در پالویش امیدوار هستن، طمعاً به امید ازی هستن که انشاء الله تعالی عبادتشان پذیرفته میشه. از این خاطر امام ابن قیم رحمه الله میگه که قلب مسلمان که است یا خود مسلمان مثل پرنده است که رأسش، سرش محبت است، یک بالش خوف است، یک بال دیگهش رجا هست. پس انسان مسلمان بین همین سه چیز زندگی میکنه: محبت الله، ترس از الله و امید به الله. و مما رزقناهم، و از آنچه که برشان روزی دادیم، ینفقون، نفقه میکنن. فلا تعلم نفس، پس نمیداند هیچ نفسی، ما اخفی لهم من قرة اعین، که چی چیز از اونها پنهان شده هست، من قرة اعین، او چیزی که روشنی بر چشمایشان است، جزاء بما كانوا یعملون، که الله متعال برشان پاداش میدن با آنچه که اینا عمل کردن. اینجا قرة اعین در یک حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و آله تشریح میکنه، میگه که در جنت، بعضی کسا زیاد بحث میکنن سر نعمتهای جنت، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که در جنت چیزی هست، چیزهایی است که عین ما لا عین رأت، چشم او را ندیده، ولا اذن سمعت، و گوشها او را نشنیده، و حتی در قلب انسان هم خطور نکرده. یکی خب ما و شما این نعمتهای دنیایی را میبینیم، خب میوه ها را میبینیم، امکاش که مثل از این میوه ها در جنت هست، باغ ها هست، جوی ها هست، هست. این چیزهایی است که ما و شما را دیدیم،
اما الله متعال میگه برای زنها و دخترای مؤمن، بر پسرا و آقایان مؤمن الله متعال نعمتهای دگیر آراسته ساخته که اونا به چشم خود ندیدن و به چشم ندیدن و گوششان نشنیده درباره از نعمت ها و در قلبشان هم خطور نکرده که ات نعمت های وجود داشته باشه. افمن کان مؤمنا، آل شما خودتان تصور بکنین آیا کسی که با ایمان باشه آیا این پیش الله اما قدر شخصیتش ارزش داره که من کان فاسقا، مثل کسی که فاسق است و از دایره اطاعت الله خارج شده، چون فسق خروج است از طاعت الله. الله میگه او کسی که مؤمن است یقین داره آیا او مساوی هست شخصیت از او، اجر از او و پاداش از او که من کان فاسقا، مثل کسی که فاسق است و خارج است از اطاعت الله؟ الله متعال میگه لا یستوون، ابدا این دو شخص با هم مساوی نیستن. چرا مساوی نیستن؟ میگه اما الذین، او کسانی که آمنو ایمان دارن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن، پاداش از اونا چی است؟ فلهم جنات المأوا، اینا جنت های که این جنت ها مأوای از اینا می باشه، در اینجا مأوا می داشته باشن در قصرهای زیبا و باغهای زیبا. این قصرهای زیبا و این باغهای زیبا به اساس چی است؟ میگن نزولا، اینا مهمان الله هستند. نزول اینجا به معنای چی است؟ به معنای مهمانی. در حقیقت اینا در مهمانی الله قرار دارن، بما کانوا یعملون، به سبب اعمال زیبایی که اینا انجام دادن. اما الذین فسقوا، چرا مساوی نیست این مؤمن؟ یک کسی مهمان الله هست و یک کسی دیگه مهمان ملائکه های عذاب هست، خزانه جهنم در آتش دوزخ. مساوی هستند. و اما الذین فسقوا فمأواهم النار، اما کسانی که فاسق شدن فمأواهم، پس جایگاه از اینا النار و آتش دوزخ است. کلما ارادوا، هر وقتی که اینا اراده کنن ان یخرجوا، این که خارج شوند، منها از امی آتش دوزخ، اعیدوا فیها، دوباره برگردانده می شوند در امی آتش دوزخ. و قیل لهم، و گفته می شود برشان ذوقوا، بچشین عذاب النار، عذاب آتش دوزخ را، الذی، او عذاب را که کنتم به تکذبون، که شما به او تکذیب میکردین. ولنذیقنهم من العذاب الادنی، الله متعال میگه ما برشان یکی عذاب نزدیک. دنیا را چرا دنیا میگن؟ به خاطر که به ما نزدیک است. میگه بسیاری از اینا دشمنای الله را شما دیده باشین، بر از اینا عذابهای دنیوی را میچشانیم مگر اینا بفهمن. دون العذاب الاکبر، پیش از عذاب بزرگ. این عذاب دنیا که نزدیک است، ادنا هست، کوچک است، این عذاب دنیایی است برشان. اما عذاب بزرگی که آخرت است او هنوز برشان نرسیده. لعلهم یرجعون، شاید که با دیدن عذابهای کوچک دنیایی یا رجوع بکنه. بعضی کسا گناهکار می باشه، اشتباه میکنه، غلطی میکنه، وقتی که سرش یک سختی دنیایی بیایه فوراً رجوع میکنه به اعمال خود و توبه میکنه، میگه والله از پیش من اشتباه شد. و من اظلم، و کیست ظالم تر ممن، نسبت به کسی که ذکر بآیات ربه، که بر از او بیان شوه آیات الله متعال، ثم اعرض عنها، باز ای از آیات الله چی کنه؟ انکار بکنه. برش گفته میشه که اینی حکم الله هست، این حکم الله هست، باز با وجود از اینکه نمیفهمه، با وجود از این همین چی میکنه؟ انکار میکنه. الله متعال میگه اینا یقینا که ما با عظمت خود، با قدرت خود، با کبریا و جلال خود، من المجرمین، از مجرمان منتقمون، انتقام گیرندگان هستیم. ولقد آتینا موسی الکتاب، الله متعال میگه ببینین ما بر موسی علیه السلام دادیم کتاب تورات را، فلا تکن فی مریة من لقائه، پس مباش تو انسان مؤمن در شک از ملاقات الله با موسی علیه السلام. و جعلناه، و موسی علیه السلام شخصیت بسیار عالی بود که ما او را گردانیدیم هدن، هدایت، هم موسی علیه السلام و هم امی کتابش که تورات بود. این سبب هدایت بود برای کی؟ لبنی اسرائیل، به اولاده یعقوب علیه السلام. و جعلنا منهم ائمه، و ما گردانیدیم از اینا ائمه، پیشوایان، یهدون به امرنا، که اینا هدایت میشدن به امر ما، لما صبروا، وقتی که اونا صبر کردن. ببینین بنی اسرائیل حقیقی اولاده یعقوب علیه السلام بودن، با وجود از اینکه اونا اشتباهات کردن در بین از اینا، بعضی برتریت ها و خوبی ها و پیغمبرها را هم الله در بین از اینا نازل کرده بودن. آل بعضی کسا میگه خیلی حکومت اسرائیلی که فعلا در اسرائیل هست، آیا اینا
این حکومت که جور کردن اینا از بنی اسرائیل هستن. وقت تاریخ از این دقیق مطالعه کردم و کسایی که تحقیق کردن حال میگن که نه، تقریبا از فیصدی کسایی که در اسرائیل امروزی هستن 10% از اینا همون بنی اسرائیل هستن که از اولادهای یعقوب علیه السلام شمار میشن. اونا هم اولادای سوچهش نیستن به خاطر از اینکه گت خوردن کتی دیگرها. 90% کسایی که ادعا میکنن که ما حکومت اسرائیل میسازیم ای از کسایی هستن که اولاد یعقوب علیه السلام نیستن، از اروپا و امریکا و خصوصا یک قسم مردمایی که در روس بوده، در کنار روس بوده. باز اونا چی کردن؟ اونا باز آمدن و خود در اینجا زدن. چهرهای از اونا با چهرهای بنی اسرائیل بسیار تفاوت دارن. اینا اصلا از جنس روسی هستن، یک مردم شریری که از این منطقه آمدن در این منطقه فلسطین. پس آل قدرت سیاسی که اکثریت از یا شیطان پرست هستن، فریم ماسونرز هستن، اینی مردم ها که هستن یا بنی اسرائیل نیستن. و او کسایی که بنی اسرائیل هستن اونا هم گت خوردن. بسیاری از بنی اسرائیل مسلمان شدن، بعضشان نصرانی شدن، با عقیده عیسی علیه السلام هستن. و کسایی که یهود باقی ماند از اون بسیار فیصدی کم است. اما 90% دیگه از اینا کسای دیگه هستن که به اعتبارات سیاسی آمدن و از این نام استفاده کرده و بهانه ها به اینجا چی میکنن. این قصه که شما اگر در چیزها در مورد شیطان پرستا و در مورد فری ماسونرز ها شما اگر تحقیق بکنین بازی بسیار خوب معلومات حاصل میکنین. و جعلنا منهم ائمة، الله متعال میگه ما گردانیدیم از جمله از اینا زمین بنی اسرائیل ائمة پیشوایان، یهدون به امرنا که راهنمایی میکردن به امر ما، لما آن وقتی کارا میکردن که صبر و اینا صبر کردن، یعنی صبر در اطاعت الله کردن، صبر در معصیت کردن و صبر در مشکلات کردن. اما این کسایی که صبر نکردن در اطاعت چی کردن؟ آمدن مطابق منافع خود تورات تحریف کردن. باز الله متعال میگه یار ما لعنت فرستادیم کسایی که اطاعت نکردن. و کانوا بآیاتنا یوقنون، باز اینا با آیات ما یقین داشتن، همین صابران از اینا. ان ربک، یقینا که رب تو ای رسول الله صلی الله علیه و آله هو اوست که یفصل و فیصله میکنه بینهم در بینشان یوم القیامت در روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون در آنچه که اونا اختلاف داشتن. اولم یهدی لهم کم اهلکنا، آیا بر از اینا راهنمایی نکرد؟ کم اهلکنا که ما بسیار هلاک کردیم، من قبلهم قبل ازشان، من القرون از اقوام قرنهای گذشته، یمشون فی مساکنهم که در همون مسکنهای خود می رفتن. این فی ذلک لآیات، امی که امتهای ظالم قبلی هلاک شدن در این هم دلیل است. افلا یسمعون، چرا پس اینا گوش نمیگیرن؟ اولم یرو، آیا اینا ندیدن انا نسوق الماء، که الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت خود روان میکنیم آب را الی الارض، بر زمینی که الجرز، این زمین چی هست؟ بگیاه هست، خشک است. فنخرج به زرعا، باز ما خارج میکنیم توسط اینمی آب زرعا، زراعتی را که تأکل منه انعامهم و انفسهم، چیزایی که هم حیواناتشان میخورن و هم خودشان. افلا یبصرون، افلا یبصرون، پس آیا چرا اونا نمیبینن؟ اینجا حیوانات به خاطر ازی پیش آوردن نسبت به خود انسان ها، والله اعلم، به خاطر ازی که انسان ها وقتی که از این زراعت میخورن، بازی انسان ها حتی از گوشت از این حیوانات و شیر از این حیوانات و لبنیاتی که از این حیوانات استفاده میشه از اینا استفاده میکنن. پس انعام تنها از چی میخورن؟ تنها از زرع میخورن که توسط همین آب میآین. اما انسان ها باز هم از آب استفاده میکنن، هم از زراعت استفاده میکنن و هم از این خود گوشت و لبنیات همین حیوانات. افلا یبصرون، پس چرا این مردم از بصیرت خود در این قسمت کار نمیگیرن؟ و یقولون، و میگوین متى هذا الفتح، ای پیروزی چه وقت است؟ ان کنتم صادقین، اگر شما رازگوی هستین. قل بگو برشان که یوم الفتح، در روز که فتح و فیصله میشه که روز قیامت است، لا ینفع الذین کفروا، باز منفعت نمیرسانه برای کسانی که کافر شدن ایمانشان. یعنی وقتی که فیصله نهایی شد و قضاوت شروع شد و روز قیامت شروع شد، شما که منتظر از او هستین، باز در اون روز اگر شما ایمان هم بخواین بیارین، باز منفعت براتان نمیکنه. ولا هم ینظرون، باز بر از اونها فرصت هم داده نمیشود. فاعرض عنهم وانتظر،
الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و میگه شما دلایلتان گفتین، استدلال برشان کردین، قرآن آوردین، سنت آوردین، از آسمان ها و زمین و نعمت های الله کلش برشان گفتین که اینا معقولانه حق بپذیرن. حالی که اینا نمیپذیرن، شما رسول الله صلی الله علیه و رو بگردانید از اینها و در انتظار باشین. انهم منتظرون، اونا هم منتظر می هستن که روز قیامت ببینن، باز در اون روز فیصله نهایی صادر میشه که باز خود از اینا پشیمان خواهد شدن.